به شما نشون میده که خسته شدید. اگر خسته شدید که بس نگرده صلوات محمدی نمیشد. حضار محترم، برادران و خواهران گرامی و در رأس همه علمای بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده به نوبه خود این محفل روحانی، قرآنی و معنوی رو خدمت شاهداماد معزز و مکرم آقای محمد شریف نوری و پدر بزرگوار ایشون حاجی محمد اکبر غالبا و خدمت خانواده عروس پدر بزرگوار ایشون حاجی نایب الله و خانواده معززشون از صمیم قلب تبریک و تهنیت کردم. امیدواریم خداوند عزوجل این محفل را و این عقد را و این پیوند موثق و محکم را با نور ایمان و قرآن مضبوط‌تر و محکم‌تر و منورتر بگرداند. از محضر اساتید بزرگوار قبل از من جناب مولانا مرادی و خطیب سخنور و بلبل گویای شهر هرات حضرت قاری مجیب الرحمن حفظه الله دوست بزرگوار حبیب کمال استفاده رو برد و جای صحبتم نیست. لطیفه‌ای بگم در اول صحبتم نگید که آمد اینجا به گریه بندازه، فقط بگید و نیروهای سخنرانی می‌کرد، جیب در سبزا کرد و فلان. بعد از اینجا آمد پایین از این بر یک ساعت این ساعت بر از سخنرانی از مردم موسیقی سخنرانی خوب بود. همون برای خیلی جالب سخنرانی کرد. گفت کدوم قسمتش خیلی جالب‌تر بود؟ آقا همه سخنرانی جالب بود. گفت تعارف نکن گفتم گفت کدوم قسمت بهتر بود که من خوشحال بشم. هر چون آواز نکن همه جالب بود نه برو خدا بود. گفت فقط یک جمله گفتی دیگر از ندارم خدا حافظ بود. همه بهتری. حالا امیدوارم که شما منتظر این جمله خدا حافظی نباشید. سلامات دیگری دارم. خیلی از دوستان شاید ابتدا که پا این تالار گذاشتن به این محفل تو ذهنشان مرور می‌کردن که الان چند تا سنتور و ساز و دهل و ارگ و گرگ و سایر مسائل اینجا به در رکوع باشه و چند تا رقاصه با این نظرها و این افکار وارد شدن. اما یهو آمده دیدن نفر 10 تا عالم اما جا میگه یه روز یه عالم آمد توی یه منطقه‌ای برای امامت رفت تو مسجد دید غیر از 2 تا پیرمرد و یک کسی تو مسجد. گفت این محله مگر جوان نداره؟ گفت چرا؟ گفت جوونا اونجا. گفت تو تالار فلان یه رقاصه هر شب میاد اونجا میرفته و میزنه و میخوانه و بالاخره مجلس رو گرم کنه جوونا اونجا دیگه از مسجد و دین و خدا خبری نیست. گفت کجا؟ گفت اون تالار کجا؟ تالار رقاص برو اونجا. میگه آقا اگر نمی‌کنه امروز از جوان گفت اینا مریضا کجا میگه میخوام برم کارا. گفت تو خدا با اینش معامله رو ما مسخره کنه. گفت چرا؟ گفت اونجا تو یارفانی اونجا همه رقص بزنن و روزی برن تو با این پیشو اما مقابل گفت خواهد رو برم. گفت کار دارم برها. رفت پیش رئیس اون تالار یا اون مکان گفت این خانومی که هر شب اینجا میدونه چقدر میدونه مثلا به اصطلاح واردانه 1 میلیون تومان. بعد آمد گفت که من پرداشت 2 میلیون تومان بهتون میدم فقط بذارید که منم فردا میخوام ترانه بکنم. ای حاج آقا جناب مولانا ببخشید شما ترانه شما چه کار دارید؟ بعدا مقابل من یه ترانه ای دارم. گفت بله زشته. گفت اشکال نداره حالا میگه تمام همه دلها دل ما آخوندان خاجره مگر حالا اینقدر دیگران دارن تو میرن یه شب ما بزنیم اون به هر حال هر چه اصلاحی گفت راه نداره 2 میلیون روپیه 3 میلیون بریدن. گفت اشکال نداره. برام فرداش آمد هر شب زن رقاصه پشت یه پرده و جلو یه پرده گذاشت یهو پرده میرفت کنار زن میومد جلو میرفت. جناب مولانا سرکاریش اما پشت پرده همه دارن تخمه میشکنن و دست میزنن و کف میزنن و چیزهایی بخورن و پوزک بخورن و فلان و منتظر الان زن بیاد. پرده که رفت کنار دیگه این آقای باریش اما همه جا این چیه؟ بس کنار بچه ها جا یه لحظه همه مضطرب شدن قلبشون ایستاد. گفت خدای چی شد؟ عجیب و غریب آمد باریش اما گفت آقای تعجب یه لحظه شما را خدا بشید اون همه شبها که زدید و نستیدید و نه بیاد یک امشب رو همه ما برای خدا و رسول بزنید. همه شبها رو با معصیت بزنید ترانه عشق رو خوندیم
برای حافظم رای بکنم زبانم الکنه تو قلوب همه رو قلوب بندگان بین اصبعی الرحمن قلوب بندگان خدا بین دو تا انگشت لاکه خدا یقلب حافظ یشا از سوی که بخواد نهار نگردونه پروردگار اللهم صرف قلوبهم علی طاعتک خدایا قلبهای اینها رو از همه تعارضات و معاصی بکش و محبت و مودت و عطوفت عشق خودت رو در قلب اینها تراحیل بفرما. زد لاله زد گریه کرد دعا کرد این جمعی که برای رسول عباسی آمده بودن همه زدن زیر گریه همه زدن زیر نگاه رسول ایمانی همه گفتن پروردگارا از سر تفسیر ما بگذر پروردگارا به جای گذشته ما بگیر آدم صحبت کرد از این مکان زد بیرون همه دنبالش را افتادن و همه اون کاراره همه اون افرادی که اونجا حضور داشته بودن همه از مرد و زن لباس اسلامی پوشیدن و در مسجد سر اول آغاز امیدواریم خداوند محضر ما و امشب قطعا همه شبها امیدواریم حضور باشه خدای نکرده توی تمام نیست شما بزرگوارتر هم نیست اما امشب آمدیم با هم مذاکره خدا و رسول بکنیم چه شبهای این مکان با رقص و آواز ساز و سرنا و رقاصه اینجا میزبان اینها بوده اما جای خوشحالی است این مکان امشب میزبان جمعی از سربازان محمد رسول الله میزبان جمعی از عاشقان خدا کسانی که هیچ عقیده‌ای از خدا و رسول ندارند این مجلس مبارکه این محفل مبارکه چون که در این محفل معصیت وجود نداره در این محفل به قدر گناه نداره این میکروفون مبارک شده امشب چه بسا میکروفون‌هایی مثل این میکروفون هستند که در اختیار رقاصه‌ها هستند و خواننده‌های مبتذل و این میکروفون هویتی نداره اما این میکروفون که قال الله قال رسول ازش پخش میشه روز قیامت این میکروفون هم در محضر رسول الله سرش رو بلند می‌کنه که من یک شبی میزبان سربازان رسول بودم سروران عزیز شاید تعجب بکنید عروسی و گریه عروسی و سخنرانی اینها با هم سنخیت ندارند مگر کسی تو عروسی بیاد گریه کرد سخنرانی شنید این محفل مبارکه چون که 5 سال با یا اللهم اغفرهم وارحمهم خدایا اینها را ببخش اینها را رحم کن و اونجا رب العالمین از ما سوال می‌کند که شما برای کی دعا می‌کنید می‌فرماد برای نوری که بودن برای رضای تو جمع شده بودن تعدادی از جوانها که می‌دونستن این ساعت رو با پاکون و غلط با هیروئین و چرب و شراب با معصیت و گناه بگذرانند این محفل خودشان را با یاد تو و با ذکر تو منور کردن رسول الله و الله یتباها بکم الملائکه خدا به این مجلس شما بر فرشتگان خودش مباهات میکنه افتخار میکنه که دیدین این بندگان منو شما گزارش اونها رو آوردید که اونها جمع شدن منم یه خوشخبری نامدم گفت چیه؟ گفت که شما گواه باشید که به والله تمام این اهل مجلس را بخشیدن از سر تفسیرات همه اینها رو بشتن چقدر ارزش پیدا کردید شماها که فرشته ها آمده برای عرض سلام به شما سلام یه حتی مطلع الفل این برای شب قدره ولی هر شب قدره اگر قدر بدانی بر قدر ندانی شب قدر هم شب قدره من به جد و قدر میگم امشب شب قدره امشب شب مبارکه و چه بسا شبهای قدر و بعضیا با خاصون و برد میزنن و اونجا تاریخ رو زیاد میکنن زمان رو من و تو میساخت و مکان رو من و تو مکان و زمان زیاد مهم نیستن اعمالی که در اونجا صورت میگیره مهم یک تفاوت دوم وجود عبادت در اونجا سلامت عبادت همه نشستن از اول و ابتدای منظور این جلسه الان یکی جون نخورده همه راحت و خاطر نشستن و قال الله و قال رسول میشن عبادت اونجا و مسیحیت وجود نداره چون من خیلی کمه حضور سوم حضور امامخانان در این جلسه همه الحمدلله نمازخوانند علمای که ماهی برکت می‌درسند اکثر جوان‌های دامنی
اینجا معاینه خدا و رسول آمدن، حضور اصطلاحهای خاص در این جلسه و جای این لحظه باشد قطعا از سر شرکت کنندگان در این جلسات افراد گیرندگانند، داورانی‌اند، جدا شده از دین خدا و رسول متاسفانه. چهارم، حاکم شدن اعصاب راحت در این جلسه. همه اعصاب‌ها راحتند. وقتی که تلفن اینجا میشه اون ساز و کنبر همه رو دیوانه میکنه، نخلها مختلف میشه، اعصاب انسان ناراحت میشه، روان انسان آزرده میشه و این جلسه قرآن در این جلسه غیر از اینکه خدا چیزی هست، اعصاب همه راحته، همه راحت میشن، آشفتی و اضطراب نیست. و پنجم، الحمدلله خواهران با حجاب و عفت آمده نشستن. خواهران گوش بدید، خیلی ها به ما گفتن آقا خواهران مخالف برگزاری چه این جلسه مگه میشه؟ من باور نکردم. مگر میشه خواهر مسلمانی که اسمش سمیه گذاشته و سمیه برای دین الله تکه شده و این خواهر اسمش سمیه گذاشته میشه رقاصه باشه، میشه بی‌حساب و بدحساب باشه، میشه از احساب و منافع اسلامی برش بیاد؟ نه، هرگز این خواهر معامله با انگیزه گوش بده. همه معامله با انگیزه گوش بدیم برقرار هستیم. پس این محفل خیلی مبارکه و شما با کلام خدا دارید نور میگیریم همه من شما سلامات خدای کنید. بله بزرگ معزز جوان معزز بگیش صحبت من باید کنید، چون که خودم هم جوانم، هم سن و سال شما و شما را درد میکنم. این مخ چی نیست داره؟ جهانی که در اون زندگی میکنیم جهانی مملو از اضطرابات نگرانی‌ها، همه جوانان مضطربند، همه ناراحتند، همه در تکاپویی هستند که این مغز خودشان را آرامش بدن. حالا مشکلات بسیار زیاده، اضطراب‌ها بسیار زیاده، بعضی‌ها اضطراب‌های مالی دارند، اقتصادی دارند، بالاخره خانوادگی دارند، اجتماعی دارند، سیاسی دارند. مشکلات اینقدر زیاد شده که متأسفانه هر کس که می‌دونه این مشکلات یک جاش رو خود کرده. اون آقایی که مال نداره، پول نداره، میگه آقا مشکلم فقط اینه که من پول ندارم، پول بشه همین مشکلات حله. اما از آقایی که در اوج اقتصاد در آزار سوال بودیم میگه آقا من خواب راحت ندارم، میترسم چکام باز نشه، میترسم اونجا کشاورزی خراب بشه، میترسم اونجا دکان و مغازه دچار شکست بشه. همین آقا همه اون دیوانه. پس مال تنها رفع دلیل رفع مشکل نیست. اون آقایی که زن نداره، جوانی که زن نداره، میگه آقا فقط مشکل اینه که من زن ندارم. زن مشکل من همه مشکلات هست. خبر نداره که این متأخرها از طرف زنان چه گریه می‌کنید. باش میگه زن. اون آقایی که بچه نداره میگه آقا مشکلات بچه است. فقط خدا من یه اولاد بده همه مشکلات حله. حالا که 4 تا بچه داره نگاه می‌کنه سر سنش. کاش دنیا می‌دونه. میگه آقای دعا می‌کنه خدای من به عهد کسی اون دستش بتونه خدای عهد بده، خدای عهد بده، خدای عهد بده. بچه پادشاه عهدش دایی بود، خودش می‌داد چون بچه است. از اینجا بعد می‌شد که آقا دعا می‌کنه خدای من عهد بده، عهد بده. آمد یه کوچیکه میگه خدا عهد رو برقرار کن. دوش سوال رو برقرار کن تا خانم کرد، مال خود نباشه. میگه پول را هم کنید از زندگی کرد خدایا دعای شهیدی برای نفهمیدم چی بود. من یک عهد خواستم پول رو ثواب بشم. نبوده میگه عهد کنید که اصلا من رو ثواب بشم. حالا من اصل خواستم به من ثواب بشه، تو اصل کن من رو ثواب بشه. حالا اولاد میخوان زن میخوان خبر نداره که همه این آفار رو دوش میخوان. مشکلات این کار زیاد کرد. هر برانه دنبال یه مشکل میگرد و اون مشکل فقط یه مشکله و اون عدم رضایت خدا و رسول. اگر دنبال آسایشی فقط رضای خدا و رسول را کردید، دنبال رضایت خدا و رسول باشید که همه مشکلات حل خواهد شد. من در صحبت دیگر گفتم ایمان با خدا همه مشکلات حل می‌کنه. رضایت الله با چی به دست میاد؟ با عبادت رب العالمین و دوری از معصیت، تحلی بالفضائل و تخلی عن الرذائل. اخلاق ذمیمه را، اخلاق زشت را، گرگ‌ها و اهریمن‌هایی که قلب ما ریشه دوانیده، اینها همه رو بریزیم بیرون و محبت خدا و عشق به عبادت رو بیاریم تو قلب. اینجا که انسان‌ها ارزش پیدا می‌کنن، مشکلات حل میشه. ما برای همه خلق شدیم،
ما برای عبادت خرج خود قرآن میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من انس و جن را فقط برای عبادت خلق کردم. من آمده بودم خدا و رسول را بشناسم و از خدا و رسول تبعیت بکنند و ریشه معصیت را بودنشون بسوزونند و بکشند. یا عبادی الله میگه ما خلقتكم لاستكثر بكم من الله، خدا میگه من شما را خلق نکردم که تنها بیام از تنهایی در بیام، نه، من شما رو خلق نکردم تا اینکه عاجز بودم کاری رو نمیتونستم انجام بدم شما اون کار رو من کمک کنید، نه، من شما رو خلق نکردم تا اینکه منو از تنهایی در بیارید، نه، و انما خلقتكم لتعبدون قلیلا و تسبحونی بکرة و اصیلا، من شما رو خلق کردم تا من عبادت کنید، با من راز نیایش کنید. هدف از خلق شما این بوده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به تبارید و به دولت نخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، پس انسان نباشد که تو فرمان نبری، همه در اطاعت تو غلام شدند، اما تو را رب العالمین برای اطاعت خودش آفریده. در تصفیه سرنوشتات بعد، تصفیه‌ای که رسول خدا با 513 نفر میره، نه برای جنگ، نه برای پیکار، فقط میره اونجا یکی از کاروان‌های تجاری رو مصادره بکنه که ما رو خود مسلمانان ناگهان در مقابل فوج عظیم کفار قرار میگیره که لشکر کفار 1000 نفر بیشتر با تجهیزات مدرن می‌جنگید. مسلمانان 200 نفر با 2 تا اسب و چند تا شتر، لشکر کفار خیلی زیاد. رسول خدا متوجه میشه که این جنگ ناموزونی تساوی و تبادل بین دوستان پله جنگ نیست، اصلا خیلی با هم دیگه تبادل داره. میدونید اینجا چیکار کرد؟ بلا واحد رفت داخل عریش، سایه‌واری درست کرد، ابوبکر صدیق کنارشه، تو رو کد نماز، یعنی با شما تلفن 2 با خدا تماس گرفت. شما تلفن خدا رو میدونید، شما تلفن خدا 2 یعنی 2 رکعت نماز و دعا. تماس گرفت و دست دعا رو بلند کرد، اونقدر تضرع کرد، اونقدر زاری کرد، اونقدر سجده زد که حتی ردای نازنین رسول خدا از رویش افتاد. ابوبکر صدیق به لرزه افتاد، گفت یا رسول الله، یا رسول خدا، خدا بس کن، چه کار داری میکنی؟ رسول خدا این دعا رو فرمودند: اللهم ان تحرک هذه العصابة لن تعبد في الارض ابدا. نفرمودند پروردگارا اگر این گروه 13 نفر و 313 نفر رو هلاک کنی، نفرمود که تمام کسره و بازاریان مدینه منوره همه هلاک میشن و بازار مدینه تبدیل میشه، نه، نفرمود بچه های مدینه یتیم میشن، نه، نفرمود زنان انصار بیوه میشن، نه، نفرمودن کشاورزی از بین میره، نه، نفرمودن کسی نیست حکومت داره اموره و پست جا و فرمان را اداره بکنه، نه، فقط ان تحرک هذه العصابة لن تعبد في الارض ابدا. پروردگارا اگر این گروه کوچک را هلاک کنی، 2 مرتبه کسی نیست که اسم الله رو ببره، دیگه کسی نیست که تو رو عبادت بکنه، دیگه کسی نیست یا الله یا الله. این امت برای عبادت آمدن، این امت برای راز و نیاز آمدن، این امت برای پیوند نزدیکی با توی رب العالمین آمدن. و پروردگارا اگر این گروه کوچک که نماینده امتهای آخرین اینها هلاک بشن، دیگه کسی روی زمین تو عبادت نخواهد. چی می‌فهمیم از این آیه؟ که من شما برای عبادت آمدیم، من شما برای راز و نیاز با رب العالمین آمدیم، برای اینکه پیشایی رو در آستانه رب العالمین بساییم انسان عزیز میشه. عبادت انسان رو عزیز میکنه. جوانان امروز دنبال عزتن، اکثرشون بخوان شهرت کسب بکنن، عزت کسب بکنن، تعدادی سعی میکنن با پوشیدن لباس که مردم میگن آقا من پروفسورم، چون پیشم اون دستون نزدم اینجا باشه من پروفسورم، همه مردم بفهمن، تازه شاید 2 تا نمیدونه 4 تا میگه من پروفسورم. بعضیا با ماشینشون، بعضیا نمیدونم با جستی که میگیرن به اسم ماهی و علاقه، در حالی که عبادت انسان عزیز خدا بسند. حضرت ظاهر یه بنده و غلامی تو مدینه منوره کارش چیه؟ سبزی فروشی، سبزی‌ها رو می‌فروشه. روزی در میل فروش سبزی‌ها که ناگهان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از پشت سرش آمد، دید ظاهر نشسته، کسی رو تعبیر نمی‌گیره، از پشت با 2 تا دست مبارک چشمان ظاهر رو گرفت. ظاهر هر چی می‌زنه اون زنده چی که با من می‌کنه؟ آیا تو مدینه کسی هست که من تعبیر بگیره با من شوخی بکنه؟
هر کی تو ذهنش فکر کرد مطالعه کرد حتی با چوکی هستی پیامبر مزاح فرمودن چیزی نبردن فقط چشمات این محکم میده که ناگهان ظاهر متوجه شد یه فرد این زمین منو تحویل میگیره و اون حتما محمد رسول الله متوجه شد که پیامبر پشت سرشه فرصت و غنیمت شمرد کمر خودش رو محکم چسبوند به سینه رسول الله تا اینکه انواری که تو سینه رسول الله بود تو وجود ظاهر رو بکنه و ظاهر رو دیوانه بکنه خودش رو محکم چسبونه هرچه پیامبر خودش رو جدا بکنه ظاهر خودش رو بیشتر میچسبون تا اینکه برکات و انوار تطبیق بشه مانده آموزی که تو بدن ظاهر رسول خدا متوجه شد که ظاهر رو شناخته گفت من یشتری حاضر غلام مردم این غلام و مردم کی میخره پیامبر شوخی فرمود گفت یا رسول الله ظاهر گفت اذن نجدنی کاسدا تو من نبود که من قیمت ندارم ارزش ندارم کسی منو میخره بشنوی جمله رسول الله فقل بل الله انک عند الله ظاهر تو خدا قسم به ظاهر تو نزد من رسول الله و نزد الله جلال خیلی ارزش و قیمت داری من تواضع لله رفعه الله کسی که این پیشانی رو برای خدا بساز بزنه اون الله اون رو بلند میکنه از زمین به آسمان از سلام به ثریا از مجاز به حقیقت از صورت به واقعیت از مخلوق به خالق و اونجاست که رب العالمین به فرشتگانش میگه که ای فرشتگان من فلان بنده رو دوست دارم من فلان جوان رو دوست دارم شما برید به همه فرشتگان جمله او که همه اون رو دوست داشته باشن و سپس قلوب بندگان رب العالمین متوجه او میکنه این بنده محبوب و خدا جوانان میخواید عزت رو از کانال عبادت کسب کنید یه آقایی به خواستگاری اول میکنه اول نماز میخونید میبرید روزینیه بله با علما ارتباط داره بله با مصادیق ارتباط داره ایزن جوان صادق ولی یه آقایی که معتاد شراب میشه لا تعلماته هر جانه دیگه بهش گمش کن اصلا تو همین دنیا عزت چقدر مشخص میشه بلال حبشی من صحبت کردم یه نکته شما بگم بلال حبشی مانند کالایی تو کوچه‌های مکه فروش می‌کنه کسی ارزش بهش قائل نیست یه غلام برده سیاه رنگه اما این بلال به جایی میرسه که در شب معراج شبی که رسول خدا به آسمان‌ها رفت هند علما نشسته را هنگامی که رفت از بهشت و جهنم سر بزنه قبل از اینکه وارد بهشت بشه ناگهان صدای کفشی ذهن رسول خدا را متوجه شد در جا بایستاد گفت پروردگارا این صدای کفش کیه که قبل از من وارد جنت شده گفت این صدای کفش فرزندی از فرزندان تو و غلامی از غلامان تو گفت این صدای کفش کیه گفت این صدای کفش بلال حبشی سیاه که قبل از تو رسول الله وارد جنت شده ارزشو ببین عظمت ببین رسد آدمی به جایی که وجود خدا نمیدن بنگر که تا جهت دست و مکان آدمیت تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیبا نشان آدمیت آدمی را آدمیت دارد بود را گردون نباشد ایزم است گر به صورت آدمی انسان بودی احمد و بیجر هم انسان بودی آنچه میبینی خلاف آدم است نیست در آدم خلاف آدم است از برون چون دور کافر فرفلل و برون اهل خدا می‌رسد چرا انسان ارزش پیدا می‌کنه با عبادت در دوران رسول خدا یک غلام دیگه رو برداشتن که بفروشن من می‌خوام این نکته رو این قصه ها رو میگم می‌خوام اسکریت ها اینها جور داستان اینها احادیثن از کتب تاریخ گرفته میشه میگه غلامی رو تو بازار آوردن برای فروش غلام جاست یه چیز میگفت غلامی که در معرض فروش میگه آقا یه شرط دارم هر کس میخوام برم من یه شرط دارم همون گفتم خدای شرط این چیه آقا شرط چیه داد میده میگه هر کس منو میخره شرطم اینه که 5 وقت منو منع نکنه تا پشت سر محبوب رب العالمین محمد رسول الله نهار بکنم شرط من که خواندن پشت رسول الله شرط من 5 وقت باز کردن پشت پیامبر خدا دیگه چی میخوام دیگه از صحابه جلیل القدر متوجه این شرط شد تو بیا فدای تو بشم چقدر تو ارزش داری این شرط گرانبها رو میداری بیا پیشم بیا با آغوش میگیرم تو رو بیا این شرط قابل قبوله آمد
روزگار گذشت 5 وقت پشت رسول خدا نماز انسان عزت پیدا میکنه با عبادت آمد روزی از اونجاها مریض شد در مرض الوفات قرار گرفت پیامبر خدا بعد از نماز چهره شده برگ از سلام داد اون غلام ندید تو بین هذا الغلام این غلام کجاست این بنده محبوب خدا رسول کجاست که همه جا دنبال تو میگردن که توی دربار همه گردن رسول خدا رو جواب دادن که مریضه گفت خانه‌اش کجاست من محمد رسول الله بیادرش برم همه صحابه منتظره که آیا رسول الله از این بنده و غلام هم یادت میکنه گفت بله از اهل عبادت خدا و برسید اون نزد خدا آزاده و حره ارزش پیدا کرده ارزش انسان با عبادت نماز معصیت معصیت از گناه انسان ذلیل میکنه انسان به زمین میزند ایستون وجودی انسان مختل میکنه گناه معصیت عبادت که همین چیز رو رد میده آمد پشت در غلام هم هرگز باور نمیکرد که پیامبر خدا بیاد یادش همین رو مقابلی بود گفت کیه پشت در گفت محمد رسول الله گفت من محمد پیامبر خدا از در بیرون گفت یا رسول الله خدا باشم تو بخاطر برای گفت بله من برای تو آمدم رسول خدا سلام داد و پیشه اون غلام بودی غلام دست مرنجه گفت خدایا من بعد از این که رسول الله در برای من عزت و عظمت حاصل شده حاصل کرده من دیگه زندگی دنیا رو میخوام من تو رو میخوام من میخوام تو رو میخوام من میخوام تو رو میخوام دیگه برای وقت دنیا دست اگر دست تو دست نمیاید از حال بهش جز مرام نمیاید گردید یا الله به صحرای بهشتم خانم صحرای بهشتم برم تنگ آید بهشتی که خدا نباشه جهنمه یا مرا از من بکن یا خاطر الله یا الله من تو رو میخوام بلا خاطر به تو شفتان و روحشو گرفت رسول خدا وقتی رو دید ناگهان اشکال رسول خدا از اشکال فراگیر شد پیامبر خدا گریه کرد اشکال گریه کرد سواش میخندید صحابه گفتن یا رسول الله چرا عمدی گریه هم میخندید گفت گریه از بخاطر افتراق این غلامه من عاشقش بودم چون دین عاشق خدا و رسول بود من تشکیلم با اون با خاطر این گریه میکنم خنده چرا چون که الان احتمالات داره چرا خوری به استقبالش آمدن تا این رو به جنت خدا جوان عزیز این عشق دنیا گذر عشقهای کسبه رنگی بودن عشق نفس از آخرت ننگی بود این عشق نیست محبت خداوند عزوجل ارزش داره بیایید محبت خدا و رضای خدا رو کسب کنیم با عبادت اما امروز متاسفانه جوانان ما اون ملل گرفتار و معصیت شدن اون ملل گرفتار کاروبار دنیا شدن که دیگه برای نجات باقی نمونده آقا رسول چرا نماز میاد آقا کار دارم مگر عبادت برای بیکاران یا برای وقتی بیکاری چرا تو داری میگی تو خدا برای عبادت خلق کرده تو میگه آقا کار دارم از برای چی رسولی برای مال دنیا از سال دنیا تو نیازه برای اینکه عبادت در نهز همه آقا میگه وقت ندارم کار دارم تو از خواب تو بلند میشه یک علی بارا نگاه کنه زندگی ما رو تو از خواب تو بلند میشه میزنه یکوبه برقره زندگیش خلاص تحبیل آمدی شب بعد میگه بارانه همسه رو تو میکنه باز تو بلند میشه میره امکان باز شب بعد میگه این برده و بلان بخور و تازه میخواد کار رو استفاده بکنیم دیگه مال دنیا جمع کردیم تو خود برگرده مرده ها رو زنده کردی آه کنیم از مرده بچه ها رو کودار کرد جوان خود به جهنم در تشکیل میاد خدا شاهده یه آقایی وفات کرد به بچه ها رو آه فلانی قریبتر من برای شما خونه خریدم از من طرفدار برای مرگم ببین منو مجبور کردم امروز که مرد
فردا طرفداران گفت آقا باباش این نصیحت کرده ما از چقدر پول بخوایم پول ما رو بده گفت آقا جان این طور اونم قبل بابا برم باشه ما کار کنیم این واقعیته برای کی داریم جمع می‌کنیم زندگی دنیا تا که برای چه چیز در برآمدیم با قول استاد نبی رحمت الله علیه فرمودند اگر امروز ترام کفار قریش زبان حرف بلند رو می‌داشتم حتما به شما میگفتم که ای مسلمانان این چیزهایی که شما عاشقانه دنبال می‌کنید به اونها رو کسب می‌کنید از مال پول جاه هوا خود زن اولاد مکنت قدرت شوکت عظمت همه اینها رو ما به پیامبر شما تقدیم کردیم گفتیم محمد بیا اینها رو بگیر دست از دعوت بردار گفت والله لو بدأ الشمس في يميني والقمر في يساري خدا قسم اگر خورشید دست راستم و ماه رو دست چپم بذارم و بخوام من یه لحظه از این دعوت باز بیام هرگز نه و شما اینقدر عاشقانه دنبال اینهایی جواب شهدای بدر رو چی میدی؟ جواب اون شهدای قتل احد چی میدی؟ که دکه شدن جواب دستهای قطعه شده مصعب رو چی میدی؟ جواب جگر پاره شده حضر رو چی میدی؟ اونجا از ساعت خواهد شد که این ساختمانی که رسول الله بنا کرده هر خشت او یک صحابه است هر خشت او یک حمزه است هر خشت او یک مصعبه اون مصعب جوان مرفع وقتی که وفات کرد کفن بسش نمیکرد رسول خدا آمد تو جسدش داد اشکال رسول خدا میری من المؤمنین الرجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا این آیات تلاوت کرد تو خشت این ساختمانی جوان اما نه خشت پوسیده نه خشت دارای بیماری نه خشت کثیف نه این بنا فقط خشت دیوار خشتی که بوی محمد بده بیاییم برگردیم دست جمعیم با خدا قسم دنیا رو بیان برداشته من صحبت خلاصه بکنم جوانان شاید خسته شده باشن روزهای اخیر یه ماه گذشته شبکه جهانی اینترنت یه قضیه رو انعکاس داده بود در عمان یک از کشورهای اسلامی حالا من کار ندارم اینترنت معمولا دروغ میگن ولی حالا اگر دروغ بوده بیادر خودش ولی فکر میکنم عکس من داشته ایران نیافته خواهر دختر مسلمان رو در کشور عربی کارش چیه فقط سازمان مشترک و موسیقی و فیلم‌های مختلف مادرش بیاد کراش قرآن میخونه میگه مامان قرآن یواش قرآن کنن موسیقی با هم گوش کنن این دختر مسلمانی که با شیر پستان مادر مسلمان بزرگ شد مادر قرآن یواش بخون مادر در قرآن میگه مقداری به خودش کشنده آخر میگه مامان از خانه برو بیرون بودی اتاق بیرون اونجا مزاحم موسیقی نشد روز مرحله مادر نشسته کنار خانم دختر پس احمد بلند میشه قرآن رو از دست مادر میگیره بلند میکنه و محکم میکنه روی زمین قرآن رو یه دختر مسلمان میزنه روی زمین و یه آیات میکنه خدا بگه اینجا بخواد قدرت رو نشون بده کنار کن از کمر به بالا تبدیلی به بودینه و روز بعدها تو بیمارستان عمان تحت معاینات عکس میگیره جوانان مبارا خدا این بلا رو سرمار کنه ما بود از کشورهای غربی ناراحتی که قرآن ها رو آتش بکشن امروز امت اسلامی مگر نمیکشن مگر باید قرآن همین مجسمه قرآن رو آتش بکشن غیر از اینه که اگر قرآن در قلوب ما نباشه خود ما قرآن عظیم الشأن رو اهانت کردیم و رسول خدا اهانت کردیم این محفل خیلی مبارکه شما مبارک کردیم چون که آمده همه این مملکت‌های رحمت رو گذاشت کنار من امیدوارم این اولین مجلس نباشه و آخرین مجلس هم نباشه در هرات های جوانان هرات شما فرزندان پیر هرات حاج عبدالله انصاری کسی که در عرصه علم و عرفان و تقوا و پرهیزگاری به خدا قسم نامش همچون خورشید درخشان در آسمان علم و عرفان از چندین قرن درخشیدن گرفته و تا قیام قیامت می‌درخشد شما فرزندان امام بخت راهی این هرات پاک یا الله این زمین مواظب باشید گناه نکنید چون که هر کسی از این زمین ممکنه که یک زمان این رمهای ناظرین خواجه عبدالله انصاری را گرفته باشه و امروز اگر بگم الواسی بکنید خون همه شهاب سعدا و خون بزرگواران رو پایمال کنید روز قیامت چه جواب دارید بدید خواجه عبدالله انصاری بیاد یقه من رو بگید که زحمات من رو برداشت کرد
دین رسول خدا رو به استهزا گرفتید. چیزی ما رو دارید بگید؟ آیا یک سجده گذاشتید؟ نه، ای یک دل صددله، دل یک دله کن، هرچه غیر از ما آن را گله کن، یک طور به اخلاص بیامد در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. اگر تو در خدا را زدی و خدا دست نستی از در گله کن، ولی به خدا رسول خدایی که من شما میشناسید قربان آخری سوره آخر حدیث بخورد که می‌خواهد موضوع تتقرب الیه عبدی بالنوافل، بنده همون کرده که توسط عبادت به من نزدیک میشم با هیچ عملی نزدیک میشه، با نماز و با نوافل اونقدر من نزدیک میشه حتی کنت سمعه الذی یسمع به، من گوشش میشم، من چشمش میشم، من دستش میشم، همه اعضا و جوارح ما خدایی. پس بیایید برای که اعضای ما و جوارح ما خدایی چیز این محافل را که قطعا اینجا هر شب شاید سالی خدا بوده، اما با خدا بزرگ شب شما خیلی خوشحالی قطعا میدونم. چرا؟ زور نازنین رسول الله آرام کرده. نهایتا من از آجباری محمد شریف برادر بزرگوار و جوانم که چند ماه داره میره و میاد که فلانی الموسی ما حتما باید بشه، اگر من بیکار نبودم که همه را بزنم بیام. خدا شاهده، فقط برای که علاقه دارم دل من به شما تنگ شد، به شما جوانان فرزندان خواجه‌القدران حضرات دست شما گرفتم، وارد عزت من آمدم به شما تبریک بگم که انشاءالله میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند دیدم از روزن دیوار زندان شما. ای جوانان عجب، جان من و جان شما چون چراغ لاله بودم در خیابان شما. ای دلیلان وطن قربان ایمان شما، میخورد در قلب دشمن تیغ قربان. انشاءالله توفیق آن روز از خداوند عزوجل خواهیم که همه خواهران برادران در این محفل تشریف آوردن و سبب رونق این جلسه با عظمت رسول رو تشریف آوردن و حوصله کردن، گوش دادن صحبت‌های ما رو. خداوند عزوجل خدا به بنده حبیب و همه دوستان توفیق عمل نصیب فرماید. این عقد ازدواج را میمون و با برکت باید کرد. انشاءالله نتیجه و سرانه این انعقاد و این عقد رو فرزندان پاک دیگه نتیجه جامعه اسلامی جلسه از همه برادران خواهران پدران و بیش علمای جامعه و در رأس همه جناب مولانا مرادی و دوست بزرگوار و عالم سربند و جوان من شما حضرت قاضی عبدالرحمن از همه آفریدش می‌کردم که در حضور بزرگواران صافی کردند. از همه سروران امیدواریم خداوند عزوجل همه ما رو به عمل رسول فرماید. امیدواریم خسته نشده باشید و این جلسه آخرین جلسه نباشد. این جلسه از اینجا داره چیزن همه مانند فلاتر که من هم دیگر نشدیم هیچ اصلا ناراحتی نیست. چرا توی مسئله ما یاد بگیرید و انشاءالله این جلسات رو یاد بگیرید. ندید اینجا با جشن اسلام مسلمان لحظه گناه نباشه. آقا ما توی خوشحالی عید تکلیفتن عید قربان هر دو تا این خوشحالی عید نمی‌رفتیم، نه بریم دور کن نماز عید فطر و دور کن عید قربان می‌کنیم. خوشحالی ما رو با خدا دفاع می‌کنیم. امشب شما این کار رو بکنید. یک صلوات محمدی پسند عنایت کنید.